در دهه جپلک قرقیزستان صدها شیشه عرق و نوشاکی‌های دیگر اسپریتی را نابود کردند. ساکنان از مغازه ده تمام مشروبات الکلی را خریده به پرتابگاه بردند. برای پره نابود کردن شیشه ها حتی از بولدوزر استفاده شد. مردم این دهه با این وسیله می‌خواهند که با بدمستی مبارزه کرده معیارهای اسلامی را رعایت کنند. برای خریداری تمام مشروبات الکلی از مغازه ساکنان محلی تقریباً $4000 جمع کردند. فروش همه گونه مشروبات الکلی در نقطه‌های سودای دهه جپلک منع کرده شد. تاجرانی که این قاعده را رعایت نمی‌کنند حدود $150 جریمه می‌شوند. این قرار از سوی ساکنان دهه در یک مجلس محلی گرفته شد. روحانیان منطقه از این اقدام پشتیبانی نموده دعوت کردند که دیگران نیز از استعمال مشروبات الکلی پرهیز کنند. ما آماده ایم که در یک جایگی بر ضد استعمال عرق مبارزه بریم. این گناه بزرگ است. ما همچنین راه اندازی جریمه را برای فروش این نوع مشروبات دستگیری میکنیم. فکر میکنم که کسی مخالف نخواهد بود. ما باید به مغازه‌هایی که عرق سودا میکنند نداریم. اگر ما تنها از آنجا خوراکواری بخریم خود آنها از فروش عرق دست میکشند. هر جایی که عرق است آنجا بداخلاقی و بی‌فرهنگی است. طور خود شما میدانید این سال را پرزیدنت سال فرهنگ و اخلاق اعلان کرد. با چنین اقدام قطعی مردم دهه جپلک برای مبارزه به امان با مشروبات الکلی یک حادثه فاجعه بار سبب شد. یک ساکن دهه در حالت مستی همسرش را به قتل رساند. به باور فعالان دهه منع فروش مشروبات الکلی نه تنها میزان جنایتکاری را کاهش می‌دهد بلکه جوانان را متحد می‌سازد. ما باید درباره آینده فکر کنیم. عرق خوری فایده ندارد. برای همین هم ما از این تصمیم پشتیبانی میکنیم. این اولین اقدام محدودیت فروش مشروبات الکلی در قرقیزستان نیست. در گذشته ساکنان دیگر ولایت‌ها نیز از چنین اقدام کار گرفته در برخی از روستاهای کشور تا به حال عرق و آب جو خرید و فروش نمی شود.